حضرت عمر رضی الله عنه خدا رحمت و مغفرتشان کند میگد رودهاش صدا داشت، چگونه یک آدم خنکی میزند و روده ها همین قر 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 کده میگردد. حضرت عمر چی داشت؟ میگد صدا داشت، روده هاش آواز داشت میگوید. لیکن میگفت ای نفس، میگفت تا زمانی که این قحطی و گرسنگی از این مدینه منوره برداشته نشود برای تو خوراک حرام است، برای تو خوراک درست نیست. حضرت طاقت کردند. دویم عمر ثانی میگن عبدالعزیز وقتی میگد به خانهش در آمد، دوستانی خدا را بینید امروز ما و شما که الحمدلله با منزله اونها فقر نداریم، با منزله اونها ما کم بغل نیستیم. وقتی خانهش در آمد میگوید دختراش همگی میگوید از خانه گریخته خانه دیگر در آمدن. حضرت عبدالعزیز حیرت دمان عائلش پرسید آخه من پدر بیرحم نیستم، من پدر بی انصاف نیستم، من با این فرزندام نوازش دارم، چرا فرزندا از پیش من گریختند؟ چرا در نزد این سفره و دسترخوان من ننشستند؟ زمانی که عبدالعزیز در خلافت بود، پادشاه بود، شما تماشا کنید دسترخوانش چی داشت، مادرش چی گفت، اون کمپیرش گویم زنش گفت ای عبدالعزیز گفت این گریختن دخترها گفت از بی انصافی و بی رحمی تو نیست. گفت من میدانم تو بسیار پدر مهربان و با شفقتی، لیکن الحال در خانه بجز پیاز چیزی نبود. اونها فقط پیاز خوردن، دهانهای اونها که بوی پیاز میکرد، اونها از پیشی تو دور رفتن تا که از بوی پیاز طبیعتی تو ناآرام نشود. این به این خاطر این خانه را ترک کردن. گفت به یک پیاز حضرت عمر به سر بردن، لیکن اسلام با دندانهای کرسی داشتن، اسلام از دست ندادن. این آیتهای قرآن برای خودشان دلیل کردن، مستحکم داشتن، میدانستند که آینده راحت در این اسلام است. الله میگوید این الدین عند الله الاسلام، یقین دانین ای مردمی که امروز در روی زمین زندگی دارین، یگانه دینی که در نزد من نجات دارد و اسلام است. و جز اسلام دیگر هیچ دین را تکیه نکنین که لن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. الله گو هرگز آن دین از شما قبول ندارم و شما از جمله زیانکار و شرمنده و بی عزت و بی حیاترین مردم در روز قیامت میشوید. دین تا عوض نکنید.